خوب میریم سراغ مورد اول، تویوتای 8 چرخ. وقتی راجع به ماشین 8 چرخ حرف میزنیم معمولا مردم یاد ماشین‌های بزرگی مثل لیموزین میافتن، اما خب اینجا میخوام ماشینی رو بهتون نشون بدم که یه ماشین سواری معمولی به حساب میاد ولی خب 8 تا چرخ داره. بیشتر تویوتاهای این مدلی با عنوان تاکسی مورد استفاده قرار میگیرن، اما خب شرط میبندم هیچکس حاضر نیست سوار این ماشین بشه. با دیدن ظاهر این ماشین آدم فکر میکنه که راننده تشنه سرعت هست و میخواد با ماشین پرواز کنه. جدا از اون برای نصب چرخ‌های اضافی صندلی‌های سرنشین‌های عقب رو خارج کردن و کسی نمیتونه اون پشت بشینه. دو تا از لاستیک‌های عقب در هر سمت خودرو با سطح زمین تماس برقرار میکنن، ولی خب یکیشون بالاتر قرار گرفته. آقای رانی گاناوان صاحب این ماشین جالب هست و با کمک تیم گرید اوتو تغییرات زیادی رو روی ماشینش اعمال کرده. اینم بگم که وزن ماشین به خاطر وجود 4 چرخ اضافه خیلی زیاد شده و دور زدن و همچنین کنترل ماشین رو سخت کرده، اما خب برای آقای رانی ارزشش رو داره. کادیلاک سایکلون مدل 1959. خیلی از کلکسیوندارها آرزوشون اینه که کادیلاک سایکلون مدل 59 دوباره وارد خط تولید شه تا بتونن بخرنش. آقای هالی ال نایب رئیس شرکت جنرال موتورز این شاهکار رو تولید کرده. هدف آقای هالی این بود که یک ماشین فوق خفن و فضایی تولید کنه و نسل ماشین‌های اون دوره رو یک لول بالا ببره و باید بگیم موفق هم شد. متاسفانه این ماشین هیچ وقت از مرحله مفهومی فراتر نرفت و به صورت انبوه تولید نشد، ولی خب خیلی‌ها از این موضوع ناراحت هستن چون ماشین یه سر و گردن از بقیه دوستا بالاتر بود. یه نکته عجیب راجع به کادیلاک سایکلون اینه که اگزوزش در پشت ماشین قرار نداشت و آقای هالی اگزوز رو جلوی چرخ‌های جلو تعبیه کرده بود. تازه اون بخشای مخروطی که در قسمت جلوی ماشین قرار دارن به سنسور مجهز بودن و از تصادف جلوگیری می‌کردن. وقتی که قابلیت‌های این ماشین رو می‌بینی متوجه میشی که این کادیلاک از زمان خودش خیلی جلوتر بوده و اگر تولید می‌شده حسابی فروش می‌رفته. بلادهان. بچه‌ها وقتی کوچکتر هستن با ماشین‌های اسباب بازی سرگرم میشن و همیشه دنبال اینن که با نهایت سرعت حرکت کنن. همین بچه‌ها هم وقتی بزرگتر میشن، وقتی موقعیت مناسب پیدا کنن، ماشین‌های واقعی درست میکنن که رکورد سرعت رو بشکنه. یکی از بهترین مثال‌های این موضوع ماشین بلادهانده. بلادهاند به یک موتور جت مجهز است و در سال 2008 تولید شده. هدف از ساخت این ماشین قدرتمند شکستن رکورد بیشترین سرعت ثبت شده روی جاده بود. همینطور که میبینید ظاهر این ماشین ترکیبی از ماشین مسابقه و راکت فضایی هست و هزاران هزار دلار روش خرج شده تا بتونه رکورد سرعت 1227 کیلومتر بر ساعت رو بشکنه. نکته جالبتر اینه که این ماشین میتونه سرعت 1609 کیلومتر بر ساعت رو هم تجربه کنه که خیلی خیلی بالاست و واقعا خفنه. رنو کیووید به همراه درون. تصادف‌های جاده‌ای بسیار مرگبار هستن و میتونن زندگی انسان‌ها رو خراب کنن. از طرفی تکنولوژی درون‌ها داره روز به روز پیشرفت میکنه و میشه از این هلیکوپترهای کوچک در هر حوزه‌ای استفاده کرد. مدیران و مهندسان خلاق شرکت رنو که به این دو نکته آگاه بودن، یک حرکت جالب رو اجرا کردن و ماشین‌های تازه‌ای ساختن. البته ما هنوز از پیشگیری تصادفات جاده‌ای به وسیله درون‌ها فاصله داریم، ولی خب راننده ماشین رنو کیووید میتونه به لطف پشتیبانی هوایی از بهترین مسیر مطلع شه و جاده رو از دور ببینه. این ماشین که در سال 2014 معرفی شده و یک طرح مفهومی بوده، اولین ماشین دنیاست که به درون مجهزه. درون داخل ماشین قرار گرفته و با فشار دادن یک دکمه فعالیتش رو شروع میکنه. وظیفه درون اینه که جلوی ماشین حرکت کنه و جاده رو بررسی کنه و بعد هم به وسیله دوربینی که داره تصویر جاده رو به راننده مخابره کنه. یک تبلت هم در دسترس راننده قرار داده میشه که میتونه باهاش تصویر ارسالی از درون رو به صورت زنده تماشا کنه و جاده رو بررسی کنه. سی لاین. اگر حساب بانکیتون داره سرریز میشه و نمیدونین پولاتون رو کجا بریزید، به این بخش ویدیو توجه کنید. آدم‌های پولداری که از خرید قایق و کشتی خسته شدن و میخوان ماشینشون رو توی آب برونن، میرن سراغ سی لایون یا شیر دریایی. اصلا وقتی که میشه یک ماشین دو منظوره داشت، چه احتیاجی به قایق هست؟ قیمت این ماشین عجیب 259500 دلار و میتونه در خشکی و آب حرکت کنه. تازه طراح خودرو داره سعی میکنه سی لایون رو به سریع‌ترین ماشین دوزیست دنیا تبدیل
تبدیل کنه. در حال حاضر سرعت این ماشین در خشکی به 290 کیلومتر بر ساعت میرسه و دلیل سرعت نسبتاً بالای این ماشین وجود یک موتور 174 اسب بخاری مازدا هست. ولی خب گفته میشه که قرار یک موتور 300 تا 600 اسب بخاری واسش نصب کنن و سرعت ثبت شده در آب اون بیشتر بشه و به سرعت 72.4 کیلومتر بر ساعت برسه. تویوتا FV2 نشون میده که موتور سواری میتونه خیلی راحت‌تر و جالبتر از چیزی که هست بشه. این طرح مفهومی یه چیزی بین موتورسیکلت و ماشین و متعلق به شرکت تویوتاست و راننده میتونه به صورت نشسته یا ایستاده هدایتش کنه. این ماشین دو چرخ عقب و یک چرخ جلو داره و عجیب‌ترین نکته اینه که هیچ فرمونی نداره. برای هدایت FV2 راننده باید وزن بدنش رو به سمت مورد نظر بندازه تا دستگاه هم به همون سمت حرکت کنه. تازه دستگاه میتونه میزان مهارت شما در هدایت رو تشخیص بده و نسبت به توانایی شما بهتون تکنیک‌ها و هدایت‌های مختلف پیشنهاد میده. همونطور که گفتیم این طرح یک طرح مفهومی هست و در سال 2013 در شهر توکیو رونمایی شده. البته در سال 2016 هم آمریکایی‌ها در شیکاگو موفق شدن این طرح فوق‌العاده رو از نزدیک ببینن. ولی خب در کل هنوز هیچ خبری راجع به زمان رونمایی اصلی داده نشده و ما نمیدونیم که دقیقاً چه زمانی میتونیم تویوتا FV2 رو توی خیابون‌ها ببینیم. ایروموبیل. از اونجایی که شرکت‌های مختلف دارن روی ساخت ماشین‌های پرنده کار میکنن، ما طرح‌های مفهومی زیادی رو میبینیم که توانایی پرواز کردن دارن. یکی از این ماشین‌های پرنده اسمش ایروموبیل هست و واقعاً ماشین خوشگلیه. استارت تولید این ماشین در کشور اسلواکی انجام شد و این خودروی 1.6 میلیون دلاری رو تولید کردن. البته یک مدل 1.3 میلیون دلاری هم دارن که اگر بخواید کمتر ولخرجی کنید میتونید بخرینش. جالبه بدونید که تنها 500 فروند از این پرنده‌های زیبا قرار ساخته و این وسیله اولین بار در سال 2017 اونم در شهر پاریس رونمایی شد. هدف سازنده این دستگاه هم این بوده که زمان صرف شده برای مسیرهای زمینی رو به حداقل برسونه و به احتمال زیاد به هدفش هم میرسه. ویند اکسپلورر. به جای اینکه راجع به قیمت بنزین غرغر کنید میتونید از راههای جایگزین استفاده کنید. نه خیر، منظورم این نیست که از اسب و قاطر برای سفر کردن استفاده کنین، چون راههای بهتری هم هست. الان بیاین با هم دیگه ببینیم که دیریک جیون و استفان سیمر چیکار کردن. این دو دوست مسیر 5000 کیلومتری رو فقط با $13 طی کردن، تازه $1 هم خرج خرید سوخت فسیلی نشده بود. ماشینی که اونها ازش استفاده کردن اسمش ویند اکسپلورر هست و با برق کار میکنه. تازه برق مورد استفاده در ویند اکسپلورر هم توسط نیروی بادی تامین میشه. سفر 18 روزه اونها واقعا جالب بود و سر و صدای زیادی به پا کرده بود. اما خب این خودرو هنوز یک طرح مفهومی هست و به تولید انبوه نرسیده. بدنه دستگاه از فیبر کربن و آلومینیوم ساخته شده و وزنش به 200 کیلوگرم میرسه. جالبه بدونید که ماشین اونا در طول سفر به سرعت 80 کیلومتر بر ساعت رسیده بود که با توجه به وضعیت ماشین سرعت واقعا زیادی به حساب میاد. خودروی RZR با لاستیک‌های خاردار. به نظرتون ماشین فقط با چرخ گرد میتونه حرکت کنه یا اگه چرخ‌ها رو یکم تغییر بدیم هم حرکت ممکنه؟ تیم ویسلینگ دیزل تصمیم گرفتن که این قضیه رو امتحان کنن و با طراحی دو جفت چرخ عجیب و غریب و متصل کردنشون به خودروی پولاریس RZR ماشینی ساختن که بعید میدونم نمونش رو دیده باشین. چرخ این ماشین به طرز عجیب و غریبی به هر چیزی شبیه هست به جز چرخ. تیم ویسلینگ دیزل کارشون اینه که ماشین‌های عجیب و غریب تولید کنن و ازش ویدیوهای جالب درست کنن و این دفعه هم حسابی موفق شدن. اما خب نکته کار اینه که حرکت کردن روی چرخ‌های خاردار میتونه خطراتی هم داشته باشه. مثلا وقتی ماشین داره روی یخ حرکت میکنه بعضی از خارها خم میشن و حتی میشکنن. پرت شدن تکه‌های آهن هم به این طرف و اون طرف اصلا ایمن نیست، ولی خب خوشبختانه کسی آسیب نمیبینه. فقط امیدواریم که با این چرخو به کسی نزنن، چون طرف مرگ دردناکی رو تجربه میکنه.
خوب نظر شما راجع به این ماشین ها چیه و به نظرتون کدومشون از همشون جالبتر و یا خفن‌تر بود؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً کوبیدن لایک های خوشگل مشکلتون به ویدیو و سابسکرایب چنل فارسی هاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.